با عرض سلام و خسته نباشید خدمت دوستان عزیز. امیدوارم که حالتون خوب باشه. جلسه پنجم آموزش تنظیم موتور در خدمتون هستم با انواع ECU ها که خب قسمت اول اگر که خاطرتون باشه در مورد ارزم حضورتون ECU های ساژم صحبت کردیم که رسیدیم به اون قسمت که ECU های ساژم به دو قسمت DVCC و غیر DVCC تقسیم می شدن که DVCC ها اگر یادتون باشه برای تیپ یک مدل 80 خب مدلاشون 35 و 32 بود S2000 و 3E و 3F برای تیپ 2 و 3 زیر مدل 84. همونطور گفتم خدمتتون دریچه گاز ایسوی S2000 که رو DVCC نصب میشد سیمی و سنسور TPS هم داشت. خب و بعدش هم که گفتیم که سری دیگه ایسوی ساژم S2000 همون سری قدیما S2011 بود که فقط روی پراید و آردی و پیکان نصب میشد. S2010 روی 405 پارس سمن نصب میشد که خودشون یونیت فن جدا داشتن. S2010 LC یونیت فن دیگه روی ماشین نبود، یعنی دستور خاموش روشن شدن یونیت فن با ECU بود، به عهده ECU بود. خب تو این جلسه میخوام ادامه اون مبحث قدیمو که تو جلسه قبلی گفتم خدمتتون همون ادامه بدیم. کارخانه ساژم توسط کارخانه ولئو خریداری میشه، همون زمان خریداری میشه و خب قبل از اینکه حالا بخوام بخرن و این داستانا میان یه ECU معرفی میکنن، همون ECU S2000 ساژم که خب همون مدلایی که ما داشتیم 2011 و 10 و 10 و LC، ولی اون میاد یه سری تغییرات کوچولو میده توی نقشه و ساختارش و اینکه جاگذاری قطعاتش توی ECU ولئو و اسمش میذاره S2000 ولئو که حالا دیگه مدل‌های مختلفی بود دیگه، S2000 LC، ILC، SLC و PL4. حالا اینو میگم خدمتتون که S2000 هم ولئو S2000 کلا یه تغییر خیلی، یعنی یک اگر کنار هم بذارید ECU های ساژم و ECU های ولئو S2000 رو هیچ تفاوتی با هم دیگه ندارن، یعنی شما فقط روی این اسمش نوشته شده که ساژم و ولئو هست. اگر شما اون روکش هم نداشتید یعنی پشتش لیبلش رو نداشتید و خواستید که حالا مشخص کنید که کدومش S2000 ساژم و کدوم ولئو هست، ببینید توی این تصویر یه دونه خازنی روی خب زیر این مومه چون اسمشون بلندتره مشخصه، ببینید توی این قسمت هست، اینجا هم هست. S2000 فاصله شون میبینید بیشتره، تقریبا 3 سانته، ولی تا ECU ساژم تقریبا 1 سانت نسبت به این سوکت خورا. پس تنها تفاوت ECU ولئو و ECU ساژم روی موم البته بچه‌ها، یعنی شما اگر موم رو بردارید حتی قطعاتشون هم با هم فرق میکنه، یه سری قطعات با هم فرق میکنه و اینکه اصلا نمیشه مثلا بگی خب حالا قطعات اینو برداریم بزنیم روی یه سری قطعاتشون میخوره، ولی خیلی از قطعات با هم تفاوت داره. ولی در حالت کلی که ECU هایی که موم دارن روشن، همون ECU ولئو وقتی شما باز میکنید و پشتشون مومه، برای اینکه بخواید تشخیص بدید در نگاه اول به وضعیت خازنش اگر توجه کنید، اگر فاصلهش زیاد بود میشد ECU ولئو، اگر اون خازن فاصلهش کم بود از این بالا میشه ECU ساژم. خب همونطور گفتم خدمتتون با همکاری شرکت‌های ساژم و ولئو همون ECU S2000 ولئو که ساخته میشه خودش به دو قسمت تقسیم میشه، یعنی ECU های ولئوی 206 و غیر 206، دقیقاً مثل همون ECU های ساژم که قبلا صحبتش کردیم. حالا غیر 206 ها که روی ماشینای خب حالا مثلا پژو 405 سمن و پارس و چیزا نصب میشه، خودش به 3 مدل نامگذاری میشه: S2000 LC، S2000 ILC و S2000 SLC.
خب بچه‌ها ببینید، حتی همون زمانی که ECUهای ساجم تولید می شده یه مشکلی توی ماشینا به وجود می اومده. یه مشکل داشتن و مشکلش این بوده که با خطای ناک زیاد این ماشینا مواجه میشن. یعنی دمای ماشین اینقدر بالا میرفته که خودسوزی توی سیلندر اتفاق میافتاد و ماشینی مقداری لرزش داشت. اومدن فکر کردن چیکار کنیم چیکار نکنیم. بعد که ECU ولئو اومد توی کار، ECU ولئو اومد گفت که آقا من سر تغییراتی میدم که این مسئله حل بشه. در ECU در LCA S2000 LCA که اول وارد بازار شد، دمای فن خود کارخونش 97 درجه بود بچه‌ها. پس S2000 LC 97 درجه دمای فن دور کند شروع میشد تازه. بعد ماشینش خنک میشد، میاد مثلا حالا چند درجه پایینتر و همینجور ادامه داشت. ولی اومدن یه سری تغییرات دادن در ECU های S2000 ILC. اومدن دمای فن آوردن 90 درجه. خب اون مسئله ناک میخواستن اون مسئله شو حل کنن ولی متاسفانه باز هم مشکل داشت. یعنی باز هم خطای ناک رو میداد. یعنی هم در ECU های S2000 ILC با یونیت فن و بدون یونیت فن این مشکل داشت. باز اومدن تغییرات دادن، آپدیتش کردن و خب اومدن همون 90 درجه رو که همچنان داشت و ایموبیلایزر بعد اومد روی کار و S2000 SLC دارای ایموبیلایزر هم بود. یعنی ایموبیلایزر میتونستن تو ماشین کار بزنن و به ECU معرفیش کنن. ECU های ILC و LC، پس دقت کنید ECU های ILC و LC این دو تا مدلی که قبل از SLC اومده میتونیم تبدیلش کنیم یا آپدیتش کنیم به ECU SLC. منتها یه دستوری داره، یه شرطی داره. اونایی که یونیت فن دارن، خب ببینید اونایی که یونیت فن دارن رو نمیشه آپدیتش کنیم به SLC که دقیقاً مثل اداره ایموبیلایزر این داستانا باشه که دمای فنش بیاره پایین‌تر. ولی اونایی که دستور خاموش روشن شدن فن به عهده خود ECU بود، میشه این شما این کارو بکنید، بیاید LC و ILC رو آپدیت کنید به SLC تبدیل بکنید. پس این داستان یونیت فنه اینجا مسئله است. اگر یونیت فن داره نمیشه کارش کرد، ولی اگر یونیت فن نداشت و میشه اینجور حرکتی روش زد. خب پس ما گفتیم که ECU های S2000 ارزم بزرگتون 200 و غیر 200. الان دیگه رسیدیم به S2000 200. بچه S2000 200 دقیقاً این همون S2000 غیر 200. یعنی ازش ساختارشون فقط این لیبلی که اینجا هست نوشته PL4. یعنی تازه این PL4 هم که من میگم فقط در 200 بچه نه نیست، فقط در 200 نبوده، ولی اینجور تقسیم بندیش میکنن. یعنی این نوع ECU روی پراید و پیکان RD و 206 نصب میشده و 206 مدل 84 و 85 تو تیپ های 2 و 3. پس ECU PL4 رو برای این طراحی کردن، یعنی برای 206 طراحی کردن. ولی خب میان برنامه 405 میذارن روش، برنامه نمیدونم پراید میذارن روش، برنامه مختلف. اگر دقت کرده باشین مثلا روی 405 حتی توی شرکتی که حتی توی ایران خودرو که بیرون میده از همین ECU روی 405 هم میذارن، هیچ مشکل نداره. یعنی شما برنامهش مهمه، اون برنامه اون ماشین رو میریزن روی این و میدن بیرون. ولی در اصل همون زمانی که این ECU وارد بازار شده برای 206 بوده. خب بچه ها ببینید تمامی ECU که الان من به شما گفتم، یعنی ECU های LC، ILC، SLC و PL4، یعنی ولئوی 206 و غیر 206 تماما درچه گازشون سیمیه و سنسور TPS دارن. این درچه گاز سیمی و برقی دیگه میدونید چی جوری دیگه. درچه گاز سیمی با یک کابلی وصل میشه اینجا. شما وقتی گاز میدید به صورت مکانیکی این درشه این پولکی بازی میکنه و سنسور TPS دارن و استپر موتور. ولی در قسمت های درچه گاز برقی دیگه ما این داستانا رو نداریم. یعنی فقط یه موتور اینجا هست که همون کار استپر موتور میکنه و TPS هم اون وظیفه اونم انجام میده و خب خرابیش به نسبت کمتره، چون شما در اینجا با 2 تا سنسور در ارتباطید و حالا یه درچه گاز سیمی، خب حالا یه کابلی میخواد سیم گاز میپوکه، این داستان هم هست. ولی درچه گاز برقی دیگه این چیزها رو نداره، استپر نداره، TPS نداره، این سیم کشی و این آن داستان کابل و این چیزها هم نداره و فقط یه موتوریه.
که با پدال برقی، یعنی پدال اونجا حالت خب حالت یک صفحه مقاومتیه، یه جا حالت جارویی. اون قسمت شما وقتی زمانی که گاز میدید از اونجا دستورشو برای این میفرسته و این به همون نسبت درچه گاز برقی وارد بشه. حالا کلا کار نداریم، ما صحبتمون روی درچه گاز سیمی است. حالا خواستم توی پرانتز توضیحی بهتون داده باشم. خب ECU بعدی ولئو J34 هست بچه‌ها. این ECU خیلی خرابی داره. ولئو J34 کلا برای 206 های تیپ 2 و 3 از مدل 86 تا 92 نصب می‌شده، همون 206 های فرانسه، یعنی همون مولتیپلکس فرانسه. درچه گازشون هم برقیه، یعنی دیگه درچه گازشون سیمی نیست. J34 و J35 حالا جلوتر هم میگم. پس ولئو کلا شد الان تا الانی که من خدمتون گفتم میشد S2000 و ECU J34. تا اینجا گفتیم که برای چه ماشینی استفاده میشد. ECU ولئو J35 برای 206 های همون دوگانه سوز صندوقدار استفاده میشه. این ECU هم تقریبا خرابی زیاد داره ولی قیمتش هم زیاده، یعنی خود ECU گرونه. از نظر تعمیراتی با J34 زیاد تفاوتی ندارم ولی کلا نمیشه تغییر داد. یعنی این ECU اصلا کلا این سری ساختارش فرق میکنه، یعنی برای دوگانه سوز هم استفاده شده، یعنی سری قطعاتی تو این تعبیه شده که همون کار ECU گاز رو هم انجام میده. کلا هر دو تا ECU کلا شده یه دونه گاز. خب یه دونه ECU بعدی ECU ولئو S3000 هست. بچه‌ها ببینید، اولین چیزی که من میخوام به شما بگم این ECU فقط روی ماشین روی خودروی مگان نصب میشه و اینکه موم هم نداره، یعنی تمامی ECU های ولئو کلا موم دارن. حالا همون S2000 ها همه مدل هاش، J34 J35 اینا هم تماما موم دارن و ECU ساکسی 500 خب این ECU هم موم داره. که این ECU البته من اینجا ننوشتم ولی توضیحشو میدم خدمتون بعد از البته این ECU ولئو S3000. پس ECU ولئو S3000 موم نداره و برای خودروی مگان استفاده میشه. و خب بذارید من بین این دوتا من یه اسلاید جا مونده اینا بگم خدمتون. بچه‌ها یه ECU دیگه ای که همون شرکت سازندش که ولئو بود، این یه ECU داد به بازار که همون هم رزین داره، موم داره، به عنوان ECU گاز در خودروی 90 و 405 در کنار ECU بنزین مورد استفاده می شده. یعنی علاوه بر این که ما ECU حالا مثلا ولئو علاوه بر اینکه ECU بنزین داریم در خودرو، مثلا حالا 405 ECU S2000 داشته، یه ECU دیگه ECU ساکسی 500 اضافه شده که برای خودروی دوگانه سوز استفاده می شده که اون ECU ساکسی 500 فقط کار گاز رو انجام میداده و ECU S2000 کار بنزین. یعنی دو تا ECU جداگونه داشته که همون ECU ساکسی 500 هم خیلی خرابی داره که در خودروی 90 و 405 استفاده میشه. یه توضیح هم بدم که چرا اصلا رزین یا همون موم میزنن برای ECU ها در ECU ولئو ساژن. یکی این که باعث خنک شدنه، یعنی خنک‌تر شدن قطعات میشه. یعنی اصلا یه حالت موم یه حالتی داره که نمیذاره قطعات زیاد داغ بشه، چون خودرو خیلی داغ میشه دیگه. اکثر همه این ECU که گفتم در قسمت موتور نصب میشه. و یکی دیگه این که آب بندی میشه، نمیذاره آب بره داخل قطعات و باعث سوختگی بشه. و استحکام اتصالات قطعات بر روی بورد ECU هم شاملش میشه. یعنی جوری بوده که مثل یک حالت بتون تمام قطعات، و حالا تو این قطعات IC های مختلفی هست، خازن هست، تمام اینها رو خوب یه جورایی مواظبت میشده توسط این مومه که اگر فرضاً باز میشده دست میخورده اتفاقی برای اون ECU نمیافتاد. خب ECU بعدی ECU لندی رنزو هست. ECU لندی رنزو اصلا کلا توسط شرکت لندی رنزو تولید شده و به عنوان ECU گاز معرفی شد در بازار. خب این همون ECU دقیقاً مثل ساکسی 500، یعنی یه ECU ما گاز جدا داریم برای خودرو، ECU بنزین هم جدا. ECU لندی رنزو مثل همین دیگه، یعنی خودش فقط کل دستورات و عملگرها و عملکردهایی که نیازی که خودرو روی گاز کار کنه به عهده
این ECU لندیرنزو هست در همون خودروهایی که این ECU براشون تعبیه شده. ولی خب بعد از مدت ها دیگه کلا ECU کنار زده شد. ECU مثلا 3500 کلا رو 450 و همه این ماشینا کلا کنار زده شد چون دردسرای خودشون داشتن و کلا ECU های بای فیول مثلا مثل بوش ECU بوش بای فیول یا زیمنس بای فیول جایگزین شدن دیگه. یه دونه ECU کار هر دو تا ECU رو انجام میداد. خب بچه ها این جلسه هم من سعی کردم جلسه های مقدار کوتاه‌تر باشه تا رسیدیم به این قسمت. یعنی ما الان توضیحاتی در مورد ECU های ساژن ولو رو کامل بهتون دادم و در جلسه بعدی انواع ECU های زیمنس توضیح میدم که ECU زیمنس چند نمونه هستن، با ایموبیلایزرشون چه مدل هستن، بدون ایموبیلایزرشون چی هستن و اینکه ارزم حضورتون چه مدل‌هایی هست و اینکه کدوماش بای فیول، نامگذارشون چجوریه. تمام اینها رو تو جلسه بعد انشالله براتون میذارم. امیدوارم که از این ویدیو هم خوشتون اومده باشه. لطفاً اگر که ویدیو رو دوست داشتید برای دوستانتون هم شیر کنید، سابسکرایب و لایک فراموش نکنید. سال خوبی براتون آرزو میکنم. موفق و مؤید باشید.